صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خداوند، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که آدمیان را با تمام گناهان و شرارت‌هایی که کردند هنوز دوست داری. تو را شکر می‌گوییم که با عاقبت ما توجه داری و می‌خواهی که ما را از هلاکت ابدی برهانی. استدعا داریم ای خدا، به ما بصیرت روحانی عطا کن تا متوجه شویم که بدون ایمان و بدون کلام تو چه آینده هولناک و خطرناکی در انتظار ماست. پس بگذار ای خدا متوجه محبت و کرم و فیض تو بشویم تا چیزهای نیکویی که تو برای ما داری دیده و به سوی محبت و دعوت تو بدویم. تو را شکر می‌کنیم ای خداوند که کلامت را به ما عطا کردی تا از آن به سوی تو آمده و صاحب نجات و حیات جاودان شویم. پس ما را یاری بده تا در این ساعت که به کلامت روی می‌آوریم معنی و مقصود آیات را بفهمیم و به جان پذیرا باشیم. این دعا را به نام مقدس منجی بشر و کلمه آشکار شده تو و محبت تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. حقجویان و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در عنایات پروردگار مهربان روزهای خود را در ایمان و وفاداری به او به سر آورده تا برکت و رحمت خدا یکتا را شامل حال خودتون کرده و با خوشنود کردن خالق عزیز و منجی بشریت در حیات ابدی شریک و سهیم باشید. از اینکه یک بار دیگر این فرصت پیش آمده تا از کلام مقدس خداوند آیات رو براتون بخونم، نام قدوس او رو سپاس میگویم و شما دعوت میکنم که اگر کتاب مقدس رو در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 29 از کتاب تثنیه که پنجمین قسمت از تورات مقدس است بگشایید تا با هم آیات را بخوانیم. صفحه 320 از تورات مقدس. از فرصت استفاده میکنم و از همه شما عزیزانی که برای ما نامه نوشتید صمیمانه تشکر میکنم و خدمت شما یاران عزیز عرض کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی میدیم و کتاب‌های درخواستی رو براتون ارسال می‌داریم. دعا می‌کنیم که کلام خدا به دستتون برسه و زندگی شما مطابق خواست و اراده خدا باشه. هدف ما اینه که پیغام خدا را به شما برسونیم و شما را از نور عالم که در انجیل مقدس بر ما آشکار گردیده است آگاه سازیم تا شما نیز نور را دیده و به سوی آن آمده و در شادی که ما به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح دریافت کرده ایم شریک شوید. زیرا ما احساس مسئولیت می‌کنیم. گذشته از اینکه فرمان خداوند ماست، بلکه احساس مسئولیت می‌کنیم که پیام مقدس حیات بخش انجیل رو، پیام که می‌تونه ما را از قید و بند گناه برهاند، به سمع شما برسونیم. چون اشتباه خواهد بود و حتی گناه خواهد بود که ما از عطیه خدا بهره مند شویم و آن را از دیگران پنهان کنیم. حالا از شما دعوت می‌کنم که به کلام خدا از تورات مقدس توجه فرمایید. صفحه 320 فصل 29 از کتاب تثنیه. پیام ما را
از صدای انجیل میشنوید. موسی این مرد بزرگ و برگزیده خداوند که از معدود کسانی بود که با خدا روبرو صحبت نمود، پس از اینکه 40 سال قوم یهود را در بیابان هدایت کرده بود، آنان را به سرحد سرزمین موعود هدایت می کند و همه قوانین و شریعت خدا را به یاد آنها می آورد. چرا؟ چون او می دانست که تا چند روز دیگر باید جهان فانی را ترک کند و به سوی خدا پرواز کند. او می دانست که دیگر با جماعت اسرائیل نخواهد بود، زیرا پس از 120 سال که در این جهان بوده باید به مکان ابدیت مراجعه کنه. پس مانند پدری مهربان از قوم بنی اسرائیل خواهش می‌کند که همیشه از کلام خدا پیروی کنند و میگوید که زندگی آنان و سرزمین آنان بستگی به این داره که چگونه از خدا پیروی می‌کنند. یعنی اگر از خدا پیروی کرده کلام او را در قلب خود جا بدهند و مطیع آن باشد، نه فقط زندگی معنویشون مملو از برکات الهی، بلکه زندگی دنیویشان، سرزمین و مملکتشان نیز از برکات الهی پر است. ولی اگر از کلام خدا سر بازنند و از آن پیروی نکنند، آن وقت بایستی انتظار بلایای آسمانی را داشته باشند و بدانند که هیچ فرقی با سایر ملت‌ها نداره. تنها چیزی که آنان را متمایز از سایر امت‌ها کرده این بود که آنها یگانه قومی بودند که خدا یکتا را میشناختند. خدا با آنها سخن گفته بود و آنها قول داده بودند که در عهد و پیمان خود نسبت به خدا وفادار باشند و برای همین خدا آنان را قوم خاص خود کرده بود. پس موسی در کتاب تثنیه که آخرین نوشته اوست، در حقیقت وصیت‌نامه خود را برای قوم بنی اسرائیل که همانند فرزندانش بودند عطا میکنه. او گفتار خدا را به سمع همه آنها میرسونه. فصل 29 الی فصل 30 آیه 10 درباره رابطه و عهد و پیمان سخن میگوید. عهد و پیمانی که قوم یهود با خدا یکتا بسته و اکنون موسی بنی اسرائیل را موظف می‌سازد به عهدی که با خدا بسته اند، یعنی قول هایی که به خداوند دادند که از کلام او پیروی کنند و شریعت او را در قلب خود جای بدهند وفادار باشند. در غیر این صورت باید بدانند که خدا بلایای آسمانی را بر آنها نازل خواهد کرد. دوستان عزیز، همونطور که در فصل‌های گذشته هم ملاحظه کردیم، کلام خداوند با من شما نیز امروز سخن میگوید. خدا همان خداست. خدا خدای تغییر ناپذیره. آنچه که در اینجا از قوم بنی اسرائیل میخواد اینی که در قبال تمام محبت‌ها، الطاف، فیض و کرم و لطفش نسبت به این قوم، آنها باید از کلامش اطاعت کنند. خدا انتظار داره که بندگانش در برابر الطافش اطاعت کنند و امروز نیز همون خدا این انتظار را از من و شما داره. من و شما که الطاف خدا را نصیب خودمون کردیم و یا در فیض خدا قرار گرفتیم، وظیفه داریم، موظف هستیم که در برابر الطاف و رحمانیت خدا از او اطاعت کنیم و کلامش را به دل پذیرفته و در قلب خود جای بدهیم. در غیر این صورت نبایستی انتظار داشته باشیم که خدا همیشه ما را در رحمت و فیض خودش قرار میدهد. حالا به 4 آیه اول از فصل 29 کتاب تثنیه توجه فرمایید. میگوید این است کلمات عهدی که خداوند در زمین موآب به موسی امر فرمود که با بنی اسرائیل ببندد، سوای آن عهدی که با ایشان در حوریب بسته بود. و موسی تمامی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان گفت هر آنچه خداوند در زمین مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش عمل نمود شما دیدید. تجربه های عظیم که چشمان تو دید و آیات و آن معجزات عظیم. اما خداوند دلی را که بدانید و چشمانی را که ببینید و گوشهایی را که بشنوید تا به امروز به شما نداده است. دوستان عزیز دقت کنید، این آیات را یک بار دیگر می‌خوانیم چون بسیار مهمه. موسی میگوید که سوای آن عهدی که با ایشان یعنی خدا در حوریب با قوم بنی اسرائیل بسته بود، میگوید هر آنچه خداوند در زمین مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش عمل نمود شما دیدید. تجربه های عظیم که چشمان تو دید و آیات و آن معجزات عظیم. اما خداوند دلی را که بدانید و چشمانی را که ببینید و گوشهایی را که بشنوید تا امروز به شما
نداده است. حالا در این 4 آیه ملاحظه می‌کنیم که خداوند در حقیقت داره عهد دوم خود را با قوم بنی اسرائیل می‌بنده. عهد اول همان عهدی است که در کوه حوریب یا کوه سینا در صحرای سینا حین عطا کردن 10 فرمان قوم یهود با خدا بستند و خدا نیز با آنها عهد بست. حالا این عهد به عهد و پیمان شریعت یا فرامین خدا مسما گردیده، زیرا در رابطه آدمی با خداونده و اینکه آنان چگونه باید در برابر دستورات خدا عکس العمل نشان بدهند. ولی حالا این عهد جدیدی که در این آیات موسی به آن اشاره میکنه عهدی است که مربوط به زمین و مملکت داری می باشه. مربوط به سرزمینی است که به آن وارد می شوند و به عهد فلسطینیان مسما می باشه. عهدی که خدا قبل از ورود قوم یهود به سرزمین موعود با آنها می بندد. در آیه 2 موسی یادآوری میکنه که 40 سال پیش آنان به وسیله قدرت و آیات عظیم خدا از بندگی مصر آزاد شدند. این گروه از بنی اسرائیل در آن زمان نوجوانی بیش نبودند و به خوبی یاد داشتند که چگونه خدا آنها را یاری داد و از مصر آزاد کرد. به غیر از یوشع و کالب و خود موسی، بقیه قوم 60 سال و کمتر بودند، زیرا همه نسلی که بالاتر از 20 سال داشتند به خاطر بی‌ایمانیشون در صحرای سینا مرده بودند. حالا موسی به آنها میگوید با آنکه شما شاهد این همه آیات و معجزات خداوند بودید، با آنکه خودتون با چشمانتون دیدید که خدا دریای سرخ را گشود و از آن عبور کردید، ولی هنوز دلتون نسبت به قدرت خدا سخت. هنوز چشمانتون متوجه قدرت و عظمت و رحمت خدا نشده است. حالا این 2 آیه دوستان عزیز 2 تفسیر داره. اول اینکه بعضی‌ها میگویند موسی در اینجا میفرماید که ای قوم بنی اسرائیل، آنچه که خدا تا به حال برای شما کرده نسبت به آنچه که در آینده براتون در نظر داره هیچه و شما اگرچه تا حالا معجزات خدا را دیدید، ولی شما شاهد معجزات بسیار بزرگتری میشید که تا به حال نظیر آن را ندیدید و تصورش را هم نمیتونید بکنید. این یک تفسیر. ولی تفسیر دوم اینه که اگرچه قوم یهود شاهد معجزات بسیار شدن، ولی انگار قانع نشده بودند، انگار درک نکرده بودند، نفهمیده بودند و هنوز در ایمان کامل رشد نکرده بودند. یعنی تسلیم کامل خدا نشده بودند. تسلیم خدا بودند ولی نه با تمام وجود. اتفاقا حضرت اشعیا در این مورد، یعنی عدم فهم قوم از هدف و مقصود و راه الهی، مطالب زیادی می‌فرماید و حضرت پولس رسول نیز به آن اشاره کرده و میگوید لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند، چنان که مکتوب است که خدا به دیشان روح خواب آلود داد، چشمانی که نبینند و گوشهایی که نشنوند تا امروز. حالا اگر این تفسیر رو بپذیریم، این سوال پیش میاد که آیا خدا عمدن به قوم یهود بصیرت روحانی عطا نمی‌کنه تا متوجه قدرت و معجزات اون نشوند؟ جواب اینه که نه دوستان عزیز. اتفاقاً برعکس، خدا آرزوش اینه که بشر چیزهای روحانی رو بفهمه و برای همینه که معجزات زیادی کرد. برای همینه که انبیا رو فرستاد. خدا میخواست و میخواهد بندگانش او را بشناسند. ولی اشکال کار اینه که آدمی خودش چشمان خود را نسبت به قدرت خدا بسته. آدمی از روی میل و اراده خودش قلبش رو از روی کلام خدا بر می داره و در نتیجه قادر نیست مقصود و نیت کلام خدا را درک کنه و هدف خدا را ببینه و آن را بپذیره. و دوستان، خدا پیامبران را نفرستاد تا به زور چشمان بسته بشر را باز کنه، قلب‌های سنگی آدمی را نرم کنه، خرد کنه. خیر، بلکه او فرستاد تا اگر ما، یعنی هر انسانی که طالب دیدن معرفت و قدرت خدا باشه و بخواهد خدا را بشناسه، خیلی راحت میتواند او را بیابد و از او پیروی کنه. متاسفانه خیلی از ماها متوجه این واقعیت بسیار مهم نیستیم. در یکی از مجلات درباره برنامه‌های ما مطالبی چاپ شده بود که در آن نویسنده برنامه‌های ما را قلدری معرفی کرده و آن را برنامه‌ای خوانده که شیادان می‌خواهند مردم را فریب بدهند، در حالی که این شخص بهتر بود به کلام خدا گوش. ولی می‌ترسم که این شخص حتی وقتی کلام خدا را گوش بدهد چیزی نفهمه. چرا؟
چون تعصب و جهالت دل او را به سنگ خارا مبدل کرده است. و دوستان عزیز، خدا یکتا هرگز نمیاد به زور این چنین شخصی را از جهالت در بیاوره. خیر، البته آرزوی نهایی و مقصود خدا یکتا اینه که بندگانش از هر نوع جهالت و کوری دل بدور باشند. او همانند پدر مهربانی است که وقتی میبینه فرزندش در تاریکی و بدبختی و جهالت رنج میبره، میخواد او را به سوی نور و سعادت هدایت کنه، بیاوره. ولی دوستان، خدا با زور این کار را نمیکنه. خدا با زور بشر را به سوی خودش نخوانده و نمیخوانه. چرا؟ چون او به انسانها اراده و اختیار عطا کرده، شعور و فهم داده و آن را از آدمی سلب نکرده. اگر خدا این کار را بکنه، آن وقت انسان یک ماشین محسوب میشه و نه اشرف مخلوقات. آن وقت آدمی یک انسان بی اختیار و بی اراده محسوب میشه و نه یک انسان آزاد. در حالی که خدا بشر را آزاد خلق کرد و آزادی را به همه داده است. واقعیت اینه دوستان عزیز که این خود انسان است که آزادیش را برای اسیر شدنش در گناه به کار میبرد. این خود انسان است که آزادیش را برای اسیر شدنش در گناه به کار میبرد. این آدمی است که آزادیش را وسیله برای اسیر شدن میسازد، نه اینکه در آن باقی بماند. و سوال مهم اینه دوست من، شما از آزادی که خداوند به شما عطا کرده است چگونه استفاده میکنید؟ آیا از این آزادی به سوی خدا قدم برمیدارید، در پی او هستید، اعمال او را طالبید، کلام او را میخوانید، گفتار او را در قلب جای میدید، با او راز و نیاز میکنید، از روی عشق و علاقه با او مصاحبت دارید، و یا به سوی گناه میروید؟ خدا کند که ما نیز مانند این قوم نباشیم که چشمان خود را نسبت به کارهای خدا ببینیم و گوشهای خود را ببندیم و سرسری از اعمال خدا بگذریم. به دنبال آیات توجه فرمایید. موسی از قول خدا به بنی اسرائیل اینطور میگوید: و شما را 40 سال در بیابان رهبری نمودم که لباس شما مندرس نگردید و کفشا در پای شما پاره نشد. نان نخورده و شراب و مسکرات ننوشیدید تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. دوستان عزیز، تصورش را بکنید. 40 سال تمام قوم در بیابان راه رفتن، زندگی کردن، ولی حتی یک کفش اضافه نداشتن، احتیاج نداشتن. 40 سال تمام هیچ کشت و زر ننمودن، ولی خدا غذای آنها را از آسمان هر روز نازل فرمود. موسی با بیان این جملات میخواد به قوم بگوید که ای قوم، خدا در طول 40 سال تمام نیازهای شما را برآورده ساخت و حالا بر شما لازم ای بنی اسرائیل لااقل به کلام خدا توجه کنید، کارهای خدا را به خاطر بیاورید و او را بشنوید. برای همین میگه پس کلمات این عهد را نگاه داشته به جا آورید تا در هر چی که کنید کامیاب شوید. امروز جمعی شما به حضور یهوه خدای خود حاضرید، یعنی رؤسای شما و اسباط شما و مشایخ و سروران شما و جمعی مردان اسرائیل و اطفال و زنان شما و غریبی که در میان اردوی شماست، از هیزم شکنان تا آبکشان شما، تا در عهد یهوه خدایت و سوگند او که یهوه خدایت امروز با تو استوار می سازد داخل شوی، تا تو را امروز برای خود قومی برقرار داد و او خدای تو باشد چنان که به تو گفته است و چنان که برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد، تا دل شما از یهوه خدا منحرف نگردد، تا دل شما از یهوه خدا منحرف نگردد و خدایان این طوایف را عبادت نکنید، مبادا در میان شما ریشه باشد که هنتل و افستین به بار آورد. دوستان عزیز، در این آیات موسی میگوید که مبادا شما از کلام خدا روی برگردانید، مبادا به دنبال بت پرستی و شهوت رانی و عیش و نوش دنیوی بروید. خداوند نیز زمین حاصلخیز شما را اگر دنبال بت پرستی بروید به بیابان تبدیل می کند. می فرماید وقتی فرزندانتان و نسل‌های آینده زمین بی حاصل را ببینند خواهند دانست که به خاطر گناهان شما بوده است که به خاطر ترک کردن
از اوامر خدا این بلاها به سر شما آمده است. به طوری که از آیه 23 براتون اینطور میخونم. میفرماید و تمامی زمین آن را که کبرید و شوره و آتش شده میسازم که نه کاشته میشود و نه حاصل میروید و هیچ علفی در آن نمو نمی کند. آنگاه جمیع امتها خواهند گفت از این جهت که عهد یهوه خدای پدران خود را که به وقت بیرون آوردن ایشان از زمین مصر با ایشان بسته بود ترک کردند و رفته خدایان غیر را عبادت نمودند تا و به آنها سجده کردند، خدایانی را که نشناخته بودند. پس خشم خداوند بر این زمین افروخته شد و تمامی لعنت را که در این کتاب است بر آن آورد. چیزهای مخفی از آن خدای ماست و ما چیزهای مکشوف شده تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم. و چون جمیع این چیزها یعنی برکت و لعنتی که پیش روی تو گذاشتم بر تو عارض شود و آنها را در میان جمیع امتهایی که یهوه خدای تو را به آنجا خواهد راند بیاد آوری و تو با فرزندانت با تمامی دل و تمامی جان خود به سوی یهوه خدایت بازگشت نموده قول و اوامر او را موافق هر آنچه که من امروز به تو امر می‌فرمایم اطاعت نمایی، آنگاه یهوه خدایت اسیری تو را برگردانیده بر تو ترحم خواهد کرد و رجوع کرده تو را از میان امتهایی که پراکنده کرده است جمع خواهد نمود. اگر آواز او را بشنوی و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مخدوم خواهد ساخت تا خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی. دوستان عزیز، در این آیات خدا از بنی اسرائیل می‌خواهد که سرزمینی رو که به آبا و اجدادشون یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب عطا کرده و حالا صاحب آن میشوند از هر نوع بت پرستی و زنا به دور نگاه بدارن. در غیر این صورت هم زمینشون لعنت میشه و هم خودشون، به طور که مجبور به ترک منزل و مملکت خود شده و در اقصی نقاط عالم پراکنده خواهند شد. ولی اگر به سوی او روی آورند برکت خدا را دریافت خواهند کرد. آیه اول از فصل 30 دقیقاً موضوع رو روشن ساخته که برکت و لعنت هر دو در اختیار آنهاست. یعنی این با شماست که آیا برکت خدا را طالب باشی یا لعنت او را. و یا عزیزان، امروز نیز خدا یکتا همین را در اختیار من شما قرار داده، هم برکت و هم لعنت. اگر شما برکت خدا را می‌خواهید پس باید مطیع کلام خدا باشید، به کلام خدا ایمان بیاورید و تسلیم آن باشید. و اگر از او دور شوید، ثمره دوری از خدا، ثمره یاغیگری از کلام خدا لعنته. انتخاب با شماست. خدا در این آیات 7 وعده به اسرائیلی ها میدهد. قولهای خدا تماما در اینجا شرطیه. وعده های خدا شرطیه. تمام این وعده ها زمانی عملی میگردد که آنان از کلام خدا دور نشن، کلام خدا رو در قلبشون داشته باشن، از آن پیروی کنن. و این آشکار میکنه که علت فقر یا ثروت روحی و جسمی شخص بستگی مستقیم به اطاعت و یا طغیان او از کلام خدا دارد. همچنین در آیه 2 صحبت از بازگشت و یا توبه اسرائیلی ها میکنه. یعنی در حقیقت موسی پیشگویی میکنه که قوم بنی اسرائیل زمانی از کلام خدا روی خواهند برگردانید، ولی زمانی هم آنان متوجه خواهند شد که از خدا دور شدن و در نتیجه به سوی راه او بازگشت میکنند. بسیاری از مفسرین عقیده دارند آنچه که در آیه 2 بیان شده، یعنی بازگشت یهودیان از سراسر عالم به سرزمین موعود، اکنون در حال انجام و تحقق یافتنه و پیشگویی‌های تورات در این مورد داره به انجام میرسه و حالا آنان باید دوباره به سوی خدا روی بیاورند. دوستان عزیز، در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که متاسفانه ما انسان‌ها از آزادی و اختیاری که خدا به ما عطا کرده است استفاده نادرستی کرده و آن را وسیله برای برکت خودمون نکرده ایم. در عوض آن را وسیله می سازیم تا ما را اسیر اهریمن بگرداند. آیات 15 الی آخر فصل 30 یعنی 20 روی این عرضی که فرمودم صحه می‌گذارد و دعای من این است که فرد شما یاران و شنوندگان عزیزی که عاشق خدایید این آیات را به خاطر داشته و به جان شنیده و از آن
پیروی کنید، زیرا به ما نشان می‌دهد که اگر از خدا دور باشیم چه می‌شود. می‌فرماید ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش شما گذاشتم. چون که من امروز تو را امر می‌فرمایم که یهوه خدای خود را دوست بداری و در طریق‌های او رفتار نمایی و اوامر و فرایض و احکام او را نگاه داری تا زنده مانده افزوده شوی و تا یهوه خدایت تو را در زمینی که برای تصرفش به آن داخل می‌شوی برکت دهد. لیکن اگر دل تو برگردد و اطاعت ننمایی و فریفته شده خدایان غیر را سجده و عبادت نمایی، پس امروز به شما اطلاع میدم که البته هلاک خواهید شد و در زمینی که از اردن عبور میکنید تا در آن داخل شده تصرف نمایید عمر طویل نخواهید داشت. امروز آسمان و زمین را به شما شاهد میآورم که حیات و موت، برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و با او ملصق شوی، زیرا که او حیات تو و درازای عمر تو است. دوستان عزیز، راستش نمیدونم که آیا از این روشن‌تر میشه به این حقیقت مهم اشاره کنم یا نه. این آدمی است که خود را از فیوزات خدا بهره‌مند و یا محروم می‌سازد. این خدا نیست که ما را لعنت و نفرین کرده و ما را فراموش ساخته است. خیر، موسی خیلی روشن و واضح به طور که همه حتی بچه‌ها هم بفهمن میگویند امروز شما راه حیات و نیکویی، راه زندگی، راه برکت خدا را، راه دریافت کردن لطف خدا را میدانید. این با شماست چه چیزی رو انتخاب کنید، چه راهی رو انتخاب کنید. حیات و مرگ در اختیار شماست. خدا هر دو راهی که پیش رویتان است را براتون آشکار و تشریح ساخته است. حالا با شماست که کدوم راه را برگزینید. اگر راه اول بروید، ثمره این تصمیم یعنی پیروی از خداوند برکت و حیات و نیکویی و عطایای خداست. ولی اگر از راه دوم بروید، ثمره و نتیجه آن جدایی از خدا و فرو رفتن در ظلمت و اسیر شدن در دام ابلیس است. موسی از آنها تقاضا میکنه، التماس میکنه که مبادا راه دوم را برگزینند. میفرماید پس حیات را برگزین یا راه اول را برگزین تا زنده بمانی. و امروز نیز ما همون التماس موسی مرد خدا را و دعوت مسیح منجی و نجات دهنده بشر را از شما میکنیم که ای عزیزانم، التماس داریم که راه حیات را برگزینید و تسلیم کلام خدا شوید. کلام را بپذیرید و زندگی خود را بر طبق کلام خدا به سر بیاورید تا زنده بمانید و برکت خدا را نصیب خود کنید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.